بریم شیر بله. سلام دوستان، انشالله که همه‌تان خوب و صحتمند باشین. ما فعلا در خانه موقعیت داریم که پاکستانی ها بالای خانه حمله کردن که در 100 متری و 200 متریش مدرسه است و در ممکن در 50 متریش هم مکتب است و تمامش خانه های مسکونی است. تمامش هیچ جای نظامی در این سایه مسکونی دیده نمیشه.